سایه‌های کاتگیری چشاتون خیلی درشتر و جذاب‌تر نشون میده، مخصوصا اگه لایتش رو بتونی یاد بگیری. اول از قهوه‌ای روشن به پشت پرکت بزن، بعد با قهوه‌ای متوسط شارژش کن. با کانسیلر رنگ نخودی رو به جلو نگاه کن و بالاتر از پرک سومت یک خط هلال بکش و قسمت پایین پرکت رو با کانسیلر پررنگ‌تر کن. برای گرفتن چربی کانسیلرت از یه بیوتی بلندر نرم‌دار استفاده کن به صورت دبدب با فشار دست کم. به این قسمت سایه کرم نود بزن. با پای قهوه‌ای یک خط چشم نیمه به گوشه خارجی پرکت بکش. پایین پرکت برای لثه پرک از مداد قهوه‌ای و سایه قهوه‌ای متوسط برای زیر پرکت استفاده کن. با سایه شاین طلایی برای گوشه پرکت میتونی سایت رو جذاب‌تر نشون بدی. با این سایه ها که رنگشون لایته هم میتونید از رنگ رژای قرمز و هم نود استفاده کنید که من هر دوتاشو براتون امتحان کردم. بفرست برای کسی که میدونی از این میکاپ خوشش میاد و اگه دوست داشتی خودت هم این میکاپ رو سیوش کن و امتحانش کن.